در شهر کابل یک بمبگذار مرگطلب بالای ماشین پلیس اتحادیه اروپا حمله کرد. در نتیجه یک رهگذر ملکی به هلاکت رسیده، 5 رهگذر دیگری آسایشته جراحت برداشتند. بمبگذاری در نزد قرارگاه پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان یا خود ایوپول به وقوع پیوست. هفته گذشته نیروهای بین المللی زیر رهبری پیمان ناتو مسئولیت تأمین امنیت افغانستان را به نیروهای مسلح و پلیس این کشور تسلیم نمودند. در بلاروس مراسم دفن واسیل لیوانوو، سابق وزیر کشاورزی و مخالف سرسخت حکومت زیر رهبری پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو برگزار شد. او 4 ینور در سن 76 سالگی درگذشت. در سالهای 90 قرن گذشته لیوانوو مدت 3 سال را با جرم فساد در زندان سپری کرده است، ولی بسیاری ها بر این نظرند که عیبنامه او جلوی سیاسی داشت. روز دوشنبه در شهر مینسک دادگاه به ارزیابی شکایت ناشر کتاب ایگور لاخوینوف شروع نمود. دادگاه شرکت او را برای فروش بدون مجوز کتاب به مبلغ معادل $92,000 جریمه بسته است. اما لاخوینوف میگوید او در دوام 1 سال گذشته 6 دفعه برای مجوز درخواست تقدیم کرد، ولی مقامات 6 دفعه عریضه او را رد کردند. سال 2013 هم بعد نشر یک مجموعه عکس‌های روزنامه‌نگاری که در آن خشونت پلیس بلاروس هم انعکاس یافته بود، چاپخانه لاخوینوف از مجوز محروم شد. به قول مقامات در مجموعه مواد اکستریمیستی به چشم می‌خورد. در بوسنیا و هرزگوینای مرکزی بر اثر یرچ 1 نفر به هلاکت رسیده، 3 کس دیگر مجروح شدند. همچنان خاک چند منزل زیست را ویران نموده است. گفته می شود که فرآمدن خاک در کنار کان انگشت، مکان جمع پرتاب‌های کان، به عمل آمده است.